تا وقتی که در خدی حیات هستم برای جنگ برای وطنم خدمت میکنم. اگر گروه شخصیت امروز ضد صلح و امنیت، ضد این شرمنامه، ضد وحدت ملی، ضد احیای تاجیکستان دست واقع میشود، باید پیشرفتن دشمن ملت تاجیک، دشمن مردم تاجیکستان و دشمن دولتی تاجیکستان است. رحم پروردگار ما آمد، نور حق بر دیار ما آمد. جنگ بنیاد سوز ما بگذشت، صلح بنیاد کار ما آمد. زندگی سخت تر ز مردگی بود، حادثه زنده دار ما آمد. کوی و برزن پر از گدایان بود، وقتی جود و نثار ما آمد. از سر ما از آتشان بگذشت، گلفشان بهار ما آمد. پیر کنعانا چشم تو روشن، یوسف دلفگار ما آمد. اختر نحس از سر ما رفت، اختر سعد یار ما آمد. کوهسارا ببخش پستی ما، کوهسارا ببخش پستی ما. ننگ و ناموس و عار ما آمد. جنگ دیوانوار ما بگذشت، صلح در انتظار ما آمد.